امید داشتن قمار کردن است. شرط بستن روی آینده، روی آرزوهایتان، روی این امکان است که یک قلب باز و عدم قطعیت بهتر از قلب گرفته و امنیت است. امید داشتن خطرناک است و با این حال در مقابل هراس قرار می گیرد، چرا که خود زندگی خطر کردن است. همه اینها را می گویم چون امید بلیت بخت آزمایی نیست که بتوان روی مبل نشست و آن را در مشت فشرد و احساس بختیاری کرد. اینها را می گویم چون امید تبری است که در زمان اضطرار با آن درها را می شکنید. چون امید باید شما را به بیرون از در هل بدهد. چون همه چیز شما را می گیرد تا آینده را از جنگ بیپایان، از نابودی منابع زمین و خرد کردن تنگ دستان و افراد در حاشیه دور کند.